سلام و درود بر شما دوستان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستیم. اینجا در اکونوورس که شروع جدیدی هست و سعی کردیم یه بستری رو به وجود بیاریم که افراد بتونن با هم دیگه آشنا بشن، در منظر اقتصادی بتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن و هدفی که اکونوورس داره دنبال میکنه این است که در کشوری که اقتصاد به طریق داره پیش میره که خودتون دیگه میدونی، واقعا یکی توضیح نمیخواد، یکی از منابعی که ما میتونیم باهاش به بهبود زندگی خودمون کمک کنیم اینه که روی زندگی بقیه اثر بذاریم و بقیه هم روی زندگی ما اثر بذارن از طریق ارتباطات، از طریق شبکه سازی. و وقتی که میگیم شبکه سازی شاید این در نظر هر کسی میاد که پاشید بیاید هرچی من دارم بخرید، ولی لزوما این منظر اصلا مد نظر ما نیست. چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که ما باید به یه مایندست برسیم و بدونیم که میخوایم چی کار کنیم، بدونیم که چه چیزی رو در یه ارتباط با دیگری میخوایم عرضه کنیم، چه چیزی رو میخوایم تقاضا کنیم. اینجا هست که میتونیم یه موفقیت به دست بیاریم. ما جایی زندگی میکنیم که عمده منابع دست دولت، از اون منابع میتونیم استفاده کنیم که موجوده. یکی از این منابع ارتباطات و هدف اول اکونوورس این هست که هر جمعه دور هم جمع بشیم و از طریق ارتباطات و از طریق صحبت کردن بتونیم به رشد خودمون و رفاه زندگی خودمون و بقیه کمک. حالا این مسئله به این معنی که نصف قضیه طرف اکونوورس هست و نصف قضیه طرف کسانی هست که تشریف میارن، قدم رو چشم ما میذارن و تصمیمی هست که افراد بگیرن که چه شکلی میخوان از این بستر استفاده کنن، چطوری میتونیم تعامل بهتری داشته باشیم. وظیفه ما اینجا ایجاد و نگه داشتن این بستر هست. این چیزی هست که میخوایم انجام بدیم و از طرف دیگه یه جمع اقتصاددان هستیم و حوزه مالی و اقتصاد اینها، این به ما این کمک رو میکنه که متوجه بشیم چه کاری بهتر هست، چه کاری مفیدتر هست و چه کاری جواب میده و جلوگیری میکنه از اشتباهاتی که ممکنه توی اقتصاد پرریسکی مثل اقتصاد ایران انجام بده. مکانی که در خدمتتون هستیم درخت آبی هست، مجموعه درخت آبی که مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی در اختیارتون قرار میدن. اسپانسر برگزاری نشست هستن و شتاب دهنده میزبان که اینجا در خدمتتون هستیم و ارائه دهنده ما از طرف سایت ضربان بورس آقای امیدرضا قیراطی، فوق لیسانس مالی با سابقه 12 سال فعالیت در بحث بازارهای مالی که خودشون بیشتر رو توضیح میدن. سایت ضربان بورس سایتی است که هر روز یک تحلیل در رابطه با مسائل مختلف بازار دلار، طلا و
این قیمت ها و این ترند ها رو برای شما فراهم کرده و میتونید استفاده کنید. ما امروز ارائه رو خواهیم داشت از طرف آقای قیراتی و بعد از اون پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت و بعد از اون شبکه سازی. اما قبل از اینکه این روند شروع بشه، چیزی که برای رسیدن به اهداف اکونوورس به ما کمک میکنه این است که هر شخصی که اینجا حضور داره خودش رو به بقیه معرفی کنه و این معرفی یک اجبار نیست، اما باید بدونیم که ما از لحاظ منابع محدودیت و در مسائل فروش هم میدونیم که شما برای فروختن به یه نفر زیاد وقت ندارید. خودم ممکنه میان این 3 دقیقه به شما گوش بده. حالا اینجا ما از هر نفری که داوطلب باشه خودش رو پرزنت کنه، کسب و کارش رو پرزنت کنه، تقاضای اینو داریم که این کار رو انجام بده و بعدش به شروع ارائه می‌پردازیم. از این طرف خودم بودم یه پرزنتی اجازه بدید من در رابطه با پرزنت توضیح بدم. ببین ما از الان تا آخرمون وقت داریم که یه پرزنت راجع به خودمون داشته باشیم که هر دفعه با دیگری مواجه شدیم بتونیم بگیم آقا من چیم؟ من چطوری میتونم یه کاری بکنم که به درد تو بخوره؟ از همون طریق به درد خودم هم میخوره. و همین خاطر هست که من باید یه پرزنت از خودم داشته باشم و سعی کنم روز به روز بهترش کنم. اصلا به این معنی نیست که باید خوب باشه، ولی به این معنی که هم به من کمک میکنه بفهمم خودم چی هستم، هم به من کمک میکنه که روز به روز بهتر بتونم توی ارتباطی که منبع محدودیه. ما نمیتونیم دائما با یه نفر حرف بزنیم. خیلی سخت میشه توجه یه نفر رو جذب کرد که یه دقیقه بشه باهاش صحبت کنی بگی آقا من چیم؟ و این به ما کمک کنه که تو این حوزه یک مهارت بهتری به دست بیاریم. حالا این یه فرصته و هر هفته هم ادامه داره برای هر کسی که تشریف بیاره قدم چه ما بذاره و میتونید از این فرصت استفاده کنید. میتونید هم روش فکر کنید و هفته دیگه در خدمتتون باشیم. و اگر دوست دارید چیزی بفرمایید. من کوروش اسلامی هستم. ابتدا دانشگاه ریاضی خوندم و سال 97 تقریبا شرایط جوری شده و سمت اقتصاد رفتم و مجددا ادامه دادم درسم رو دوباره در مقطع کارشناسی در رشته اقتصاد. توی بازارهای مالی داخلی هم فعالیت رو داشتم. در حال حاضر توی شرکت راهسازی مشغول به کار هستم. این چیزی که من رو به این شرکت مرتبط می‌کنه این هست که در حال حاضر شرایط چی هست و ما بهترین زمانمون برای خرید برای مثلا مواد اولیه‌مون که هست یا دست نگه داریم یا خرید جز داشته باشیم یا کلی داشته باشیم. و خب امیدوارم که حالا با این سمینار و حالا همین قبیل سمینارها میتونه یک کمکی باشه برای من، چشم من رو بهتر باز کنه که پیشبینی‌های این چنینی رو بتونم از خودم. سلام خدمت همه عزیزانی که اینجا حضور پیدا کردن. با تشکر از شما آقای مهندس قیراتی که جزو افرادی هستن که من شدیداً دوستشون دارم چون که به علم و دانش دارن خدمت می‌کنن. من فرید تومانی هستم، متولد سال 64 فارغ التحصیل مهندسی عمران. به صورت اجباری شغل خانوادگی ما فرش دستبافت بوده. مطابقاً پدر بندم تو فرش دستبافت هستن
من بعد از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی عمران از دانشگاه علوم تبلیغات یه جورایی با توجه به اینکه دنیای مهندسی عمران برای من به صورت محیط اطراف تعریف خاصی نداشت، ناخودآگاه جذب به عنوان یک مهندس وارد بازار وکیل و صنعت فرش دستباف شدم و خوشبختانه تو بازه زمانی که بازار وکیل بودم و هستم خیلی متمایز بودم با توجه به دانشگاهی که رفتم و مطالبی که زیر نظر اساتید سخیری که داشتم تونستم تمایزم رو با بقیه کسبه‌های معمولی بازار وکیل که حالا سواد آکادمی خوبی نداشتن متمایزیمون تونستم نشون بدم و سرمایه مبدأ خودم رو افزایش بدم و در حد قابل احترامی بشه. من به صورت 5 سال هست که تو حیطه‌های محیط‌های بازارهای مالی هستم. حالا فعالیت خاصی دارم توی این حیطه. آیتم اصلی که روش کار میکنم بازار فارکس و کار که میکنم تمرکزم روی اینه که تو مسیر موفقیتی که قدم برمیدارم بتونم به گفته بزرگ حال حاضر دنیا بیل گیتس که میگه من در زندگی با هیچ کس در حال رقابت نیستم و فقط تلاش من اینه که نسبت به وحید تومانی دیروز یک نمودار بهتری از خودم ارائه بدم. کارایی هم که میکنم در همین راستاست. در حال بازار فارکس بازاری که نتایج قابل احترامی هم برای من داشته و من تو چارت اونس جهانی هم کار میکنم. خوشبختانه معدل کاری که تو این بازه زمانی داشتم خوب بوده و راه فعالیتیم هم اینه که به صورت پیجی که دارم سخنان موفقیت از بزرگان از مطالعات شخصی خودم در حالی پیج ارائه میدم. ممنون. سلام همگی، خیلی خوشحالم که تو جمعتون هستم. محمد مهدی میرانپور هستم، رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتره. بازاری هم که داخلش کار می‌کنم صرفاً بازار لپتاپ و کار سخت‌افزاری و اینها بوده و خب از اقتصاد چیز زیادی نمی‌کنم. اومدم تو جمعتون قرار بگیرم، یکم دانشم بیشتر بشه و شبکه سازی داشته باشم. مرسی. درود به همه عزیزان. من پارسا شفیعی سربستانی هستم. تخصص هستیم اقتصاد کلانه. بخوام خیلی دقیق بگم مانیتورینگ پالیسی همون بحث سیاست‌گذاری پولی تخصص هستیم اینه. یه بلوش 4 سالی یک تیم جمع‌جور کوچیکی داریم به نام بلاک‌دو و ما دفترمون هم اینجا هستیم. من کاری که کردم همیشه بحث مالی بوده. حالا علاوه بر اقتصاد من مثلا میزبانی کردم شما هستم مدیر مالی شرکت میزبان هستم و مسائل مالی بررسی میکنم. خیلی خوشحال در جمعتون هستم. حالا باز در ادامه بحث بود من در خدمت شما هستم. سلام به همگی، من آریا رحیمی هستم. 17 سالمه. صرفا اومدم که چیزی یاد بگیرم از شما و همراه دوستان ولی داخل حوزه برنامه‌نویسی دارم فعالیت می‌کنم. سلام، چه زبانی؟ هوشمندی. سلام عرض می‌کنم خدمت همه کسانی که اینجا حاضر شدن. من زیاد سن خاصی ندارم که رشته تحصیلات زیادی داشته باشم و فعلا توی رشته تجربی تحصیل میکنم. کاری هم که میکنم گرافیکه و ایجنسی خودم رو دارم تو مارکت خارج بیشتر کار میکنم و تو این جمع حاضر شدم که ببینم حالا میخوام پا بذارم تو دیگه فارکس و اینو ببینم به چه صورت رو هست. سلام وقت بخیر دوستان، محمد زاره هستم، دانشجوی ترم 2 مهندسی کامپیوتر. تا همین چند ماه پیش برنامه‌نویسی یاد گرفتم ولی حدوداً تقریبا 3 ماه هست که تقریبا کامل فیلش کردم و توی این روزا به مردم کمک میکنم که چجوری به اینترنت آزاد متصل باشن و نهایت سرعت از اینترنت آزاد استفاده کنم. احسن. بسیار عالی.
بسیار خوشحالم که در جمع شما دوستان عزیز هستیم. فکر می‌کنم که بهتر از هر چه سریع‌تر راه رو داشته باشیم و بعد از اون دوباره در خدمت شما هستم. الان می‌کنم من از آقای سلام خدمتتون. شاید همونطوری که می‌دونین امروز اومدیم در مورد دلار صحبت کنیم. نرخ دلار چه اتفاقی میفته و بچه ها خاموش کنم. خاموش کنیم میگه نکنم من نمیتونم جلو بایستم که مورد قشنگ تو چشم بزنم چون خاموشش کنم. من اینجا من تو بایستم فکر کنم. آره و نگاه کنم اومدیم در مورد دلار صحبت کنیم. اگه کار کنیم هم اوکی بشه خوب میشه با مرتبط 3 ماه آینده بیفته و با بخریم یا بفروشیم. بهتون اولین کاری که میگم در مورد دلار صحبت میکنم، در مورد عواملی که تاثیر داره روی دلار براتون صحبت خواهم کرد. بعدش در مورد انتخابات صحبت خواهم کرد، در مورد رئیس جمهور که چه اتفاقاتی افتاد، دلار چیکار کرد، اینها صحبت خواهم کرد و آخرش هم بهتون میگم که دلار چه اتفاقی بیفته و دلار الان باید بخریم یا بعد از انتخابات بخریم، چیکار باید کنیم. این رو کامل براتون توضیح میدم و بهتون میگم. اسلاید در یادگیری کنیم بذاری ممنون میشم. اولش که هست متوجه شدیم که موضوع در مورد چی هست و چه اتفاقی بیفته. اسلاید بعدی هم بزنیم. خب 6 تا عامل مؤثر بر قیمت دلار هست. خیلی فکر میکنم حالا من تحلیل رو همونجوری که علیرضا گفتن تحلیل رو هفتگی میزنم توی سایت، اما عامل‌های زیاد تاثیر داره تو تمام بازارها، چه بازار فارکس، چه بازار ارز، چه بازار بورس، چه بازار سکه، چه بازار دلار، تمام اینها تاثیرات زیاد داره. البته من تحلیلم هفتگیه، یعنی به این صورت که شنبه‌ها مثلا بورس رو میگم، یک شنبه ها فارکس رو میگم، دو شنبه ها ارز دیجیتال رو میگم، سه شنبه ها سکه میگم و چهارشنبه دلار رو میگم. حالا از این چهارشنبه که دلار تحلیل میشه تا چهارشنبه دیگه میتونه خیلی اتفاقات دیگه بیفته این بین هفته. میتونه حالا یک از عاملاش مثلا میتونه جنگ بشه که توی اسلاید بهتون میگم، میتونه یک اتفاق سیاسی مهمی باشه، میتونه یک صحبتی حتی باشه. اگر یکی از رؤسای کشور در مورد دلار صحبت کنه باعث تغییر نوساناتش خواهد شد و اتفاقات خواهد افتاد. اما حالا تحلیل تکنیکال بهتون زودتر سیگنال میده. تحلیل تکنیکال بهتون کمک میکنه که بتونین ازش استفاده بکنین و بتونین بهره ببرین که بتونین منطقی تر، حالا نمیگیم 100% جواب میده، اما 70-80% مواقع جواب داره میده و اوکی هست و میتونیم اوکی کنیم. اسلاید بعدی رو هدایت بزنیم. من میتونم دیگه شروع کنم دیگه به شما یه دونه دیگه هم بزنیم. اولین عامل مؤثر بر دلار نرخ بهره است. نرخ بهره چیه؟ اول توضیح میدم و بعدش میگیم سبب که تاثیر روی دلار میذاره. نرخ بهره یعنی همون سود بانکی که شما میدونید. 100 میلیون میذارین سالیانه 24% بهتون که الان هم بانک شهر داره 30% رو براتون اوکی میکنه و این اتفاق میفته. میشه نرخ بهره یا سود بانکی یا نرخ تنزیل. اگر توی کتاب‌های مالی خوندین نرخ تنزیل یعنی همون نرخ بهره هست و همین اتفاق داره. خب نرخ بهره چی میشه؟ شما بهتون 24% بدن سود مرکبش رو حساب نکنید. اگر بگیم 25% که روند بشه 4 سال متوالی میشه 100%. یعنی اگر شما 100 میلیون گذاشته باشید 24% 25% تو 4 سال متوالی بگیرین 100% سود میشه و شما این اتفاق. خب نگاه کنید نرخ بهره وقتی که 25% هست شما میبینید روی دلار تاثیر میذاره، اما یهو میبینید دلار 35 تومن هست یا میرسه رو 60 تومن. چه اتفاقی میفته که اون موقع رشد میکنه و این اگر شما نمیبینید نرخ بهره همون آن تاثیر میذاره رو دلار دیرتر تاثیر میذاره.
این اتفاق میفته که دلار میذاره 100% نرخ سود بانکی سود برسونه، یعنی 4 سال یک بار شما انتظار باید سود 100% از دلار داشته باشید. این اتفاق هست که بده. شاید شما از قبل فکر می‌کردیم مثلا نرخ سود بانکی چقدر خوبه، من 1 میلیارد بزنم 240 میلیون سود بهم میدن، تقسیم 12 ماهش کنم ماه 20 میلیون بهتون میدن. این بدترین حالتی هست که توی اقتصاد کشور وجود داره. یعنی اگر نرخ بهره‌تون بشه 30% سود بانک بده، فشار تورم بیشتر خواهد شد. یعنی بدترین حالتیه که توی مملکت ایران اتفاق خواهد افتاد. 30% بهتون بدن، شما کمتر از 4 سال باید سود 100% از دلار داشته باشید و این یعنی فاجعه. این یعنی باز هم تورم. یعنی شما این الان مثلا 26 700 میلیون می‌خرین، 4 سال دیگه باید 1 میلیارد 600 بخریم. به همین راحتی تورم ایجاد میشه. سکه‌ای که الان 32-33 میلیون هست، 4 سال دیگه میرسه 70 میلیون و این باعث تورم میشه. بهترین اقتصادی که ما داشتیم اقتصاد آقای خاتمی بود، به خاطر اینکه سود بانکی ها بسیار پایین بود و ما دیر به دیر تورم ایجاد میشد و نرخ دلارمون بالا میرفت و تورم آرومی داشتیم. خوشحال نباشید سود بانکیتون میبرن بالا، از اون جهت باید چند برابرش رو بدین و به ضررتون هست. این رو خواستم اولین نکته بود که اولین موردی هم بود که در مورد همه قسمت که نرخ سود بانکی که 30% شده دوست داشتم هم اولین نکته رو بهتون بگم. نکته بعدی رو خب تصفیه بودجه هست. عامل بعدی تاثیر روی دلار کسری بودجه میتونه باشه و کسری بودجه به این صورته که دولت بدهی داره، دولت باید کارمندان رو بتونه حقوقشون رو بده. چجوری استفاده میکنه؟ از چه چیزی استفاده میکنه؟ از نوسانات دلار. اگر بریم تحلیل چهارشنبه هفته گذشته من رو ببینیم، چهارشنبه این 2 روز پیش نه، چهارشنبه هفته گذشته که تو سایت گذاشتم دلار 58,000 تومانی 59,000 تومانی گفتم مواظب باشین، جای خوبی نیست. مواظب باشین که اتفاق بدی براتون نیفته. اتفاق بد یعنی چیه؟ دولتش بالا میخواد خالی کنه، میخواد حقوق کارمنداش رو بده. الان نزدیک شب عید هستیم، باید حقوق عیدی، پاداش، ثمرات کارمنداش رو بده و این رو باید چجوری تامین کنی؟ یکی از راه‌ها از همین نوسانات دلار و سکه است. سکه 34 میلیونی چی شد؟ چند روز پیش 34 میلیون بود و اونجا من گفتم مواظب باشیم که اتفاق خاص براتون نیفته و اگر خریدین زیر 30 خریدین اینجا جای خالی کردنه، اینجا نمیدونی شما بخون بخرید. خیلی ها وقتی که دلار میره بالا، دیروز بود، دیروز یک از خانمان زدن من میخوام دلار رفته بالا میخوام بخرم. من دیگه زیاد بهشون نگفتم میخوام حالا چقدر شاید بیاد پایین، اینا دیگه مسئولیتشون به خودشون هست. اما الانی که رشد میکنه همه میرن دلار میخرن. زمانی که دلار 35 تومن بود گفتم آقا $1 جهش بالایی داره روی 70 تومن. تحلیلش هم هست، فکرم 6 ماه پیش، نه چند 1 سال پیش فکرم تحلیلش گذاشتم. این به چه دلیل بود؟ وقتی با دلیل این بود که چند وقت توش درجا میزن باید منتظر یک سود 100% از دلار بودم و مطمئن بودم که دلار یک رشد شاهدی خواهد کرد. الان منتظر اون شاهده نباشیم، برای اینکه دلار یک رشدی کرده و انتخابات هم نزدیکه. بعد از انتخابات رشدش کرده که بهتون روی نمودار نشون میدن. اسلاید بعدیش هیجانات بازاره، مثل همینجا. مثلا نگاه کنید روی 58 هست، مشخص نیست که هیجانات کی فروکش میکنه. اون موقع من تو تحلیل ها میگم مواظب باشید. الان جای خرید نداره، هر آن امکان ریزش هست. اون هیجانات چجوری کاهش پیدا میکنه؟ سلطان دلار پیدا میشه، نمیدونم میان ممنوع میکنن، چهاره زن پلیس وای میسه،
هر اتفاق دیگری که بیفته و باعث خبری بشه، بگه الان خبری که من $5,000 دولت میخواد به قیمت دولتی، حالا 50,000 تومان، 52,000 تومان، 48,000 تومان، هیچ چیزی مشخص نیست. این خبر اومد انتشار داد تو خبرگزاری، همین باعث ریزش شد و همین باعث میشه که هیجانات شروع کنه به ریزش کردن و باعث میشه افت کنه توی بازار. پس یک خبر کوچکی میتونه تاثیر بذاره توی دلار. اسلاید چیز بعدی، مورد بعدی جنگ هست. زمانی که خبر اومد ایران میخواد حالا یه جنگ بشه، اتفاق با پاکستان خبر شد داریم، با سوریه، با عراق، احتمالی بود که آمریکا مثلا یک بمبی بزنه توی ایران، خواست انتقام بگیره. هم آن دیدیم که باعث شد که دلار به سمت بالا حرکت کنه. این همون هیجانات هست و همین که باعث خبر جنگ هست که اتفاقات میفته. حالا شاید هفته آینده ما بخوام اطلاعات در مورد دلار مثلا یک کوچیک صحبت کنیم، بگیم این هفته چه اتفاق. این هفته میتونه از فردا یا از همین امشب یک از عامل‌ها تغییر کنه، نرخ دلار تغییر کنه. این چیزی نیست که ثابت انجام بشه. همین فردا بیان بگن نرخ بهره بانکی رو محکوم کنیمش مثلا 18%، از 30%، از 24% که حالا دارن روتین اعلام میکنن بیاد به 18%. خب دقیقاً نرخ دلار هم احتمالش ریزش خواهد کرد. کسی بودجهشون رو که دیگه فکر کنم و این نوسانی که گرفتن فکر کنم دیگه تامین کردن و دولت هیچ گونه مشکلی نداره. فکر کنم قشنگ درست هم بالا خالی کنن و حالا مثلا یه جنگی بشه این هفته و میتونه باز هم تاثیر بذاره رو دلار و بالا پایین بشه. اسلاید بعدی این رو تموم میکنم، بعدش میگم اگه سوالی هست بفرمایید، بعدش میگم اسلایدهای بعد. عرضه و تقاضا هست، هم هیجانات رو میشه یه جور دیگه صحبت کرد در مورد عرضه و تقاضا هست. اگر میدونیم عرضه یا تقاضا برای هر چیزی افزایش یا کاهش پیدا کنه باعث افزایش قیمتش میشه. این رو کاملا توی خودرو دیدیم. آن فروش رو آوردن پایین، گفتن ثبت نامی هست، به راحت مثلا قیمت خودرو رو آنجوری که دوست داشتن بالا ببرن. به همین راحتی اومدن تقاضا رو بردن بالا و عرضه رو بسیار کمی کردن که بتونن هر قیمتی خودرو باشه. الان 200 هم با همین میلیارد 500 هم بدن، میتونن بدن به خاطری که دست خودشون هست و هر کار بهشون بخواد میتونن انجام. اسلاید بعدی و این آخرین چیزهایی هست که خدمتتون عرض میکنم. عامل‌های دیگه‌ای هم بود، اینها مشهورتر بود برای اینجای این نشست. برای الان اتفاقات سیاسی داریم و اون هم انتخابات هست که ببینیم توی انتخابات، قبل از انتخابات چه اتفاق برای دلار میفته و چه اتفاقات خواهد افتاد. اتفاق سیاسی منظورم همین انتخابات بود که فکر کنم کمتر از 30 روز دیگه هست توی اسفند ما داریم و ببینیم چه اتفاقی. اگر سوالی هست بفرمایید تا بریم بعد سراغ اسلاید. اگه سوالی هست بفرمایید. سوال نداریم؟ چقدر خوب. خب بریم اسلاید بعدی. خب این اسلاید رو که می‌بینید نرخ سود هست، افزایش قیمتی هست که روی دلار بوده. دوره آقای رئیسی رو می‌بینیم و آقای روحانی رو می‌بینیم که بعد از انتخاب شدنشون چه تأثیری روی دلار گذاشتن. این رو میشه فقط بر اساس اسم گذاشت. من این رو قبول ندارم راستیتش. فقط این هم عمدن اسم خبرگزاری رو بالا می‌بینید. خبرگزاری آنلاین اگر اشتباه نکنم. بله خبرگزاری آنلاین هست. و من این رو قبول اصلا ندارم. چرا؟ بخاطر که یک شخصی هست، حالا دولت اون موقعی که گرفته اون افزایش دلار رو بهش نخورده، تورم رو ایجاد کرده و اون اتفاق افتاده. نمیخوام من طرفدار کسی باشم بگم حالا آقای روحانی بهتر نه یا آقای رئیسی، اصلا طرفدار هیچ کدوم نیستم و فقط دارم اصل موضوع رو بهتون میگم. اون شخص اومده تورم ایجاد کرده، سود بانکی رو برده بالا، نرخ بهره برده بالا، 30%، 25% برده بالا. 4 سالی که خودش بوده
قشنگ دلار رو فشرده کرده و اجازه رشدش نداده. دولت رو میده دست دولت بعدی و دولت بعدی مجبوره این کار رو بکنه و هیچ اتفاق خاص دیگه نمیفته. به طور مثال حالا دوستان که سر کلاس همونه این رو میدونن، یک فنری هست، مثلا فنر فکر کنید 10 سانتی هست، فشردش میکنیم میدونیش دست یک شخصی، حالا یک فرزند یک بچه دیگه که قدرت دستش از دست شما کوچکتره بهش میدی چه اتفاق میفته؟ این فنر آزاد میشه دیگه، کاری نمیتونه بکنه، مگه قدرتی نداره، بلکه نمیتونه اون تحمل فشار رو تحمل کنه، این فنر آزاد میشه. دولت هم همینه، نگاه کنید دولتی که میاد این کار رو انجام میده میتونه این فنره رو بده دست به دولت دیگه تازه افتاده دستش و خیلی کارها نمیتونه جلوشو بگیره، مجبوری که همچین اتفاقی برش بیفته. خب اسلاید بعدی اگر سوالی نیست بکنم تا آخرش با خودم این چیه؟ خب قیمت دلار بعد از قبل و بعد از انتخابات چجوری هست و چه اتفاق میفته؟ من اومدم 4 دوره یعنی 16 سال قبل انتخابات رو چک کردم. انتخابات مجلس، نه انتخابات ریاست جمهوری، نه انتخابات مجلس. دیتا چه 4 دوره هست؟ به خاطر اینکه فقط دیتای همین 4 دوره تو سایت ها وجود داشته و قبلش وجود نداشت و تونستم این رو اوکی کنم. اسلاید بعدی رو هم چک کنیم که اولیش رو فکر کنم سال 92. خب این چیزش هست، این نمودارش نیست، این بازدهاش هست. شهریور اسفند 98 45% رشد کرد، شهریور تا اسفند، یعنی این چیزی که ما گذروندیم. ما الان نزدیک اسفند هستیم، الان 10 روز دیگه اسفند شروع میشه و ما این بازه رو گذروندیم. شهریور تا اسفند 94 10% رشد داشتیم توی دلار. شهریور تا اسفند 90 60% رشد داشتیم و این هم قسمت این از شهریور امسال تا بهمن 1402 تا امروز 19% رشد توی دلار داشتیم. خب به نظر شما چیه؟ الان نظرتون چیه؟ دلار برای خرید خوبه، برای فروش خوبه؟ و این چیزایی که من بهتون گفتم نظر خودتون رو اعلام کنید. سوالی که نداره اما حداقل میتونید نظر بدید، مشکلی که نداره. بفرمایید یکی اگه تو معامله بفرمایید. به نظر من بدون هیچ گونه‌ای که از سلولای خاکستری کسی بخواد از سلولای خاکستری خودش استفاده کنه باید واقعا شدیداً بره به سمت خرید دلار، چون که مدت هاست که از 13 فروردین یادمون باشه تقریباً یک کوچولو 52,500 دلار یک کوچولو آوردنش ما توی بازه 7-8 ماهه ایستایی بود. همون فنری که شما گفتید واقعا فشرده شده و قطعاً از الان حالا 10 روز آتی اصلا انتخابات هم قضیه فاندامنتال هم در نظر نگیریم، قطعاً بلا شک قضیه خرید دلار بهترین کار ممکنه، چون که ماندگار نیست قیمت ها و پول بالاست. خب دیگه نظر نداریم. نظر آقای شفیعی شما؟ من فعلا دست نگه می‌دارم، نمی‌خرم نمی‌فروشم. حالا نمیخریم نه. خب یا آیا عالیه شما؟ نمیدونیم شما نظر خاصی؟ آیا شما نظر خاصی نمیدونیم؟ آیا شما نظر خاصی؟ کلا خریده. الان خریده؟ با این تحلیل و مثلا نمودارانه کلا خریده دیگه. خب من حس میکنم جامعه‌ای که اینقدر خسته شده و فشار روشه هر جوری حساب کنید پشتش که اقتصاد باشه نیاز داره که این دلاره بره بالا و قول شما فنر در بره تا یه سری از این چیزا جبران بشه. کسری بوده دولت اگه کسری بوده دولت خودش تامین کرده باشه نظرتون چیه؟ بازم دلار می‌خریم یا نمی‌خریم؟ همون چیزایی که گفتم چقدر تاثیر روتون داره؟ کسری بودجه‌ش دولت تامین کرده نرخ سود بانکی هم براتون میاره 18%. بازم دلار می‌خریم؟ بله، چون که نگاه کنید اصلا کشور ما از فونداسیون خرابه، از فونداسیون اقتصادیش خرابه. هر بازی که خودشون راه بندازن باز دلار
صراط المستقیم خودشون میره. بفهم. اینجا داریم میبینیم 4 سال 90 تا 94 یه 10% داریم، 94 تا 98 اینجا یه 45% داریم. وقتی نگاه میکنید یه سال در میون رشد کرده عملا، یه دوره یعنی یه دوره در میون رشد کرده، همین دوره ها پشت سر هم رشد نبوده. بعد الان که 19% هست شاید اون دوره باشه که رشد نکنه. خب در جالبه بفهمید داره باز من این سال از خدا وام گرفتم هیچ وقت پایین نیومد. همیشه یا هر ثابت بوده به صورت منطقی، همیشه بیشتر شده. این دفعه بیشتر میشه. خب اینجا که معلومه داره بیشتر شه، مسئله چقدر میشه؟ نگاه کنید بیشتر شدنش درسته. آیا کسی رفته دلار 60,000 تومان خریده رفته تو صف چهارای زن وایساده التماس کرده، یعنی واقعا من دیگه کلمه‌ای به غیر از این نمیتونم به کار ببرم، وایساده خریده الان سوده؟ نه یکم چاشنی صبوری رو انجام باید درسته یه مقدار بیدانشی کرده رفته اون موقع خریده، اما یه مقدار صبوری هم بکنه هم میرسه. همون که رفته 60,000 تومان خریده حدودا یک سال پیش فکرم 60 تومان بود، یادم نیست. بله همین تایم آینده میشه سالی اسفندماه بود، اوجش اسفندماه قبل از عید بود. آره خب این 60,000 تومان خریده قطعا آمده رو 45 فروخته. نگاه کنید دانشش نداره هیچ، صبرش هم نداره. خب من چند وقت اخیر رو گفتم، همین 10 روز پیش گفتم. نه من پارسال میگم 60 تومان خریده آمده رو 48 45 احتمالا قطعا فروخته. خب یه اتفاق میفته توی بازار و طبیعیه. این طرف اتفاق بالا پایین ها میکنه تا آخر یادش میگیره یادش نمیگیره. بعدم میگه هر وقت من دلار میخرم برعکس کار من میشه. نگاه کنید همون شانس تا بهتون یه سیگنال میگم بهتون بدم. همون شانس 60 تومان خریده باشه 5 سال آینده دلار خود دلار 250,000 تومان براتون بسته. یعنی 5 برابره. دقیقاً همینجا که ما الان نشستیم 5 برابر الان، یعنی من یه چیزی صحبت کنم در موردش، یعنی 3 میلیارد و 500 شما باید برین بدین 206 خریداری کنید. این رو دارم بهتون میگم 5 سال آینده دلار برای خودش بسته این دلار. قطعاً کسی هم بره الان بخره 5 سال آینده تو سوده. اما کسی بیاد روی نقطه خوبی بخره رو 50 تومان بخره بیشتر سود. من اسلاید بعدی بهتون میگم چه اتفاقاتی میفته بعد از انتخابات. بعد از انتخابات یک رشد داریم و بعدش یک ریزشی داریم. غیر از این انتخابات سال 98 بوده. این انتخابات بعد از اسفند ماه دوباره یک رشد کرده و حالا یک اصلاحی هم داشته. روی چارت دارم بهتون نشوندم. این دیتاها دیتای 18,6,398 هست تا 11,12,1398 داریم دیتا رو می‌بینیم که تعداد و مقدار سودش هم 45% بوده از این بازه حدوداً 6 ماه. حالا از 6 ماه یا چند روزی کمتر است. اسلاید بعدی رو بریم. اسلاید من سال 94 هست اگه اشتباه نکنم. بله مال 94 هست اسلاید. 11% سود داشته از اول شهریور ما تا اول تا 15-16 فروردین در نظر گرفته شده. یک سودی داشته و بعدش می‌بینید ریخته و به سمت پایین اومده. بعد از انتخابات یک ریزشی داریم، یک اصلاحی به سمت پایین داریم. به خاطر چی؟ به خاطر که دولت اول چیزاشو داده، ایدیاشو، پول کارمنداشو، پاداشا رو داده، نوسانش رو قبل از عید گرفته، همه کاراشو کرده، میذاره بیاد پایین. مردم خریداشون هم میکنن، همه کارا رو کرده، میذارن بیاد پایین. پس صبر کنیم. اگر میخوایم الان دلار رو خرید اجازه بدیم یک اصلاحی کنیم. مخصوصا چه اصلاحی خبر که اومده 5,000 دلاره میتونه خبر خیلی خوبی باشه که دلار به سمت پایین بیاد. و هم این خبر میتونه فیک باشه، میتونه واقعی باشه. اصلا مهم نیست. خبر
موضوع خبر موضوعی که میتونه دلار رو بزنه پایین. همین اصلا مهم نیست بهتون بدن $5000 یه نه، مهم اینه که این خبر انتشار داره پیدا میکنه. همین باعث ریزش دلار خواهد شد. اسلاید بعدی بریم. فکر کنم مال سال 90 هست. سال 90 هست. این هم جایی هست که دلار داشت از فنش آزاد شد، داشت میرفت بالا و بالا زده. میبینید حالا شاید تا 20000 تومان هم رفته بوده، تا 2000 تومان هم رفته بوده بالا و بعدش اینه این ور نمودا اومده بوده پایین و بعد از اون حالا شاید توی این فروردین شاید اون اصلاح بوده. اون تاریخ رو حالا کسی که گذاشتن که ببینید این دیتا از رهاورد گرفته شده. رهاورد 365 هست، میتونید دیتا رو بگیرید. دیتا دلار 30000 تومانی توی رهاورد هست و بعدش برید توی صرافی ها تتر رو انتخاب کنید که در مورد تتر رو هم براتون صحبت میکنم. این اسلاید بعدی هم بذارید که من امسال رو ببینم اگه اشتباه نکنم. بله این هم مال امسال هست که ببینید از این تاریخ تا این تاریخ هست 19% که رشد کرده. این مال نومیتکس هست، مال صرافی نومیتکس هست. اگه دیتای دلار رو میخوام بهتون با بچه رو ازش میتونی استفاده کنید. تتر هست، قیمت تتر هم با دلار اختلاف کمی داره، 300 تومان شاید بیشتر نباشه که حالا در موردش بیشتر توضیح خواهم داد. سوالی اگر هست موضوعی هست بفرمایید. این دلار $50,000 که گفتین ممکنه دولتی پخش بشه صرفا یه شایعه هست یا اون دیگه من نمیدونم، من بحث‌های مملکت نیستم. به نظر من اونم نمیتونه تاثیر داشته باشه. چرا؟ با توجه به اینکه قضیه کد مالیاتی و پرونده مالیاتی در بینه و مردم همیشه در حسای ما این صحنه ما به صورت ترسو هستن، به واسطه که اسمشون میاد توی دریافت این قضیه و همون یارانه 300 تومانیشون هم بعد میشه، فکر میکنم میدونن چون که دست دولت برای مردم واقعا رو شده و مردم یه عینک فوق‌العاده بدبین قشنگی زدن و به نظر من اون خبره نمیتونه خیلی در حد 1000 تومان ماکسیموم تاثیر بذاره منفی بودش. بعدش هم باز برمیگرده. هر که میگرده دقیقاً دلار نگاه کنه قبل از اینکه اگر بخوام بخرید رو 52 53 عدد خوبی هست برای خریدتون. دلار رو 30 تومن نمیاد. اگر جوی رفتیم میگفتن 30 تومن و 25000 تومن اصلا این عددا نمیرسه. خیلی به خیلی بخواد بیاد پایین 48 تومن، بیشتر از این نمیتونه بیاد پایین. و دلار این عددهای نجومی 35 تومن و 25 تومن و 1000 تومن و 5000 تومانی اگر بهتون رسید اینها واقعا فیکه و اینها باور نکنید. دلار پایین باید بزنه، یک اصلاحی بکنه، توی اصلاحات قشنگ میتونید بخرید و میتونه حتی میان مدتی و بلند مدتی هم بهتون سود بده. بفرمایید. نه قطعا دولت همیشه این نگاهی به تعطیلات نوروزی داره و میخواد یه جورایی مردم در اون 14-15 روزه در یه هپروت قشنگی برن برای خودشون این طرف بودن خیلی هم کشته بشن. قطعا این پایینی که شما میگید اونجا یکم دیده میشه. آره نمیذار بریم اسلاید بعدی. خب تتر چیست؟ آیه شفیع شما صحبت کنید. تتر USDT هم چیز دیگه بحث بلاکچین میشه معادل $1 آمریکاست. میتونین از تتر استفاده کنیم و حالا مزایا و معایبی داره که تو اسلاید برایتون میگم. دلار فیزیکی نیست، دلار دیجیتالی هست که میتونید توی تراسالت خودتون داشته باشید و لازم نیست دیگه توی زنگ شاید زنگ وایسین و ازتون بخرن، شاید برید بفروشین و هر کار دیگه بخوام کنین، شاید دلار تقلبی بهتون بدن و اینها میتونه وجود داشته باشه. اما تو تتر هیچ گونه از اینها وجود نداره و هر کاری بخوام توی جهان بریم میتونید نقدش کنیم به راحتی. خیلی بهتره و حتما توی سمت بریم. اگر دلار فیزیکی میخریم به نظر من دلار دیجیتالی رو بیان وارد بشیم و ازش استفاده کنیم که خیلی امنیتش بهتر هست و میتونیم استفاده کنیم. اسلاید بعدی بزنید در مورد مزایا و معایب یه تتر دیگه بزنید و مزایا و معایب تتر یا دلار.
تتر یک ذره امنیتش اگر توی کیف پولتون باشه و روی موبایلتون باشه، اگر موبایلتون دست کسی بیفته میتونه انتقال بدن و این امکانش وجود داره. یک ذره امنیت اینجوریش خطرناک هست. میتونید یه دونه موبایل برای خودتون داشته باشین توی خونه و دلار رو بخرید و توی اون قرار بدین تترتون و کیف پولتون روی موبایل باشه. موبایل همیشه همراهتون نخواهد باشه که حالا بخواد اتفاق بیفته. اگر حالا رمزتون رو داشته باشن و اگه اتفاقات بیفته قابل انتقال است. و مزایای دیگه که هست تقلبی نداره، اما دلار فیزیکی که میخریم میتونیم تقلبی بهتون بدن و امکان سرقت دلار فیزیکی به نظر من شاید بیشتر از دلار تتری و دیجیتالی باشه. اگر آدرس کیف پولتون رو به کسی ندین، پسورد تراسالتتون رو به کسی ندین، اتفاق براتون نمیفته و گوشیتون رو دست شخصی که بهش اطمینان ندارین ندین، اتفاق خاص نخواهد افتاد و امنیتش خیلی بهتر. هر وقت شبانه روز بخون میتونید نقدش کنید. الان مثلا پنجشنبه و جمعه هست، بازار دلار مثلا همون چهارراه زنده تعطیله، اما شما میتونید به وسیله تتر نقد کنید و پولتون رو بریزید به کارت خودتون و این اتفاق بیفته. شاید خیلی یا نتونستن روی دلار 60,000 تومانی دلار خودشون رو بفروشن توی چهارراه زنده، اما اگر تتر داشتن به راحتی میتونستن نقدش کنن و نشدنیش خیلی بالاتر است و یکی از مزایای خوب تتر هست. من سوال داشتم. مثلا زمانی که من میرم یه حجمی دلار دارم و بازار رفته بالا، میخوام بفروشمش به امید اینکه بیاد پایین و دوباره موجودی دلار افزایش بده. زمانی که میرم به خاطر ریسک خرید، اون خریدارا میان با یه تفاوت زیادی ازم میخرن. مثلا روز من رفتم بفروشم 56 بود، ازم 55 میخریدم. درست. توی فروختن تتر هم همینه یا نه؟ آره نگاه کنیم سود سرمایه، نگاه کنیم داره اختلاف 100 تومن 200 تومن زیاد نیست، خیلی کمتره. کمتره مثل این 1000 تومن. یا نومیتکس به خاطر ماهیت که داره ارده بودون که اختلافش صفر دیگه. شما معاملت دارید با یکی که روبروتون هست خرید فروش می‌کنید. خب بعض موقعات نگاه کنید صرافی ها میان شیطنت انجام میدن، مخصوصا وقتی که نوسانات زیاد داره. میان کاری رو میکنن، میان بالاتر میکنن و اون رو میزنن که یه اختلاف سودشون بشه. مخصوصا از بروکرها منچکاری میان میکنن، اختلافات میان سود دارن انچکار میکنن. مثلا بود بروکری میمد دلار رفت بالا، میگو 56 میفروشن 48 میخرن. اگه کسی میخواد نقد کنه اینقدر اختلاف شدید، نگاه به خاطر اختلافات شدید نوسانات دلاره یه خودی چند چیز دیگه صرفه و این اتفاقات میافته. اما نگاه کنید نوساناتی داره و قیمت دلار نسبت به تتر یک ذره پایین تر هم هست. اینو بهتون خدمتتون عرض کنم کسی که میخواد تتر بخره یک ذره گرون‌تر است. دلار مثلا زیاد نیست، 300 تومانی شاید بیشتر باشه. بریم استایل عکس عالی نیست. خب این هم نمودار چیز هست، نمودار خود الان دلار الان هستیم که روی قیمت میبینیم. یه دونه 62,500 تومن اگه فکر کنم 61,500 61,500 یه دونه مقاومت داره، یه کانال سعودی داره و الان هم دقیقا کف کانال سعودیش هست این دلار و یک مقاومت داره. همینجا احتمالاً درجا بزن، من انتظار دارم همینجا درجا بزنه و انتظار رشد همچنانی ندارم از دلار فعلا قبل از عید که انتخابات اوکی بشه و شاید بخوام خرید دلار کنیم 20 اسفند ماه فکر کنم موقع مناسبی برای خرید دلار باشه. 10 تا 20 اسفند ماه میتونه مناسب برای خرید دلار باشه. خیلی میتونیم بخریم برای بعد از عید که احتمالاً رشدهای بالایی خواهد و خودش رو احتمالاً به اون 61,500 خواهد رسوند. دور از انتظار نیست. برای چی همین چیزی رو میگم؟ دو بار اومده
در نزدیکی 58 و 60 اومده خودش رو نمس کرده دلار و خودش رو نزدیک کرده. این بار که بزنه قطعا میشکونتش و این رو به سمت بالا میبره و اگر 2 بار به یک نقطه بخوره و واکنش بده، نقطه سومین بار یعنی به اون نقطه میرسه، احتمال اینکه واکنش بده و به سمت بالا بره خیلی زیاد میشه، احتمالش خیلی بالا میره، روی 80 تا 90% احتمال شکستن اون به سمت بالا وجود داره. 60 رو بشکنه 65 تا 70 خواهد رسید. بفرمایید. توقع افزایش 50% یکم دور از ذهنه توی مدت کم، درست میگم؟ 50% یعنی به مثل سال قبل. آره به 75 نه، همین اتفاقات نه. الان نگاه کنیم اون چیزی رو که تو نمودار گفتن، آیا رضایی اون درصد پایینی یعنی درصد بود 400 یا میشه استفاده عقب نه این عقب اون از شهریور تا اسفند ماه بود، عقب میتونیم بیارم عقب اون 4% بود. اون مال از شهریور ماه اگر دقت کرده باشه اینجا شهریور ماه تا اسفند ماه قبل از انتخابات بوده، همه اینها سال 98 اسفند ماه انتخابات بوده. خب سال گذشته توی آبان و آذر ماه قشنگ بازه کمتر از 2 ماه افزایش خیلی شدید تجربه کردیم. حالا دلیلش همون چیزی بود که خودتون گفتین، دولت جدید شده بود و حالا دولت قبل یه به شدت زیاد فنر گرفته بود و سپرده بود دولت جدید و تازه بهش شده بود. ولی چون یه بار 50% اتفاق افتاده یا تو مدت کم بوده انتظار نداره، نگاه کشش نداره بازار. نگاه کنید زمانی که این رو حالا شاید در دیام زیاد شنیده باشید، کشش بازار خیلی مهمه، بتونه اون رو قبول کنه و بتونه به اون سمت بره. نگاه کنید وقتی که سکه رفت روی 34 تارگت‌های 50 60 70 هم شاید میشنیدیم، میگفتن سکه دیگه عددا میرسه. بازار اونقدر کشش نداشت که بتونه برسه. نگاه کنید یک رشدی که میکنه الان به تاریخ‌های مثلا 60% که سود گرفته رو نمودارم، مثلا 60% سود رسیده، بعدش یک اصلاحی میکنه، یک استراحت میکنه، خیلی ها خالی میکنه از بازار، خارجشون میکنه، دوباره برگشت میکنه. الان همچه اتفاق افتاده. الان نگاه کنید یک رشدی کرده، اومده یک بار روی 47 48 اومده مردم خالی کرده، اونایی که اومدن علکی توی بازار رو زده کنار، الان داره میره به سمت 60 شکوندن و روی 60 هم گول میزنه. خیلی ها رو فکر کنن مثلا میگن این بار هم میریزه، این مقاومت هم این بار میشکنه و این بار رو به سمت بالا میزنه و میبره جلو، خیلی ها رو غافلگیر میکنه و این بار قطعا بالا رو میزنه. اما توجه داشته باشیم که بخوام مثلا 60 رو 50% دلار برسه روی 90 نه، اتفاق نمیفته، خاطر که بازار کشش نداره و این اتفاق نمیفته. هنوز سود بانکی نگرفته شده، توی یک سال 25% سودی است که بخواد بیاد روی دلار و تاثیر بذاره روی دلار. این رو بخواد چیکار بکنه طول میکشه و بخواد به 90 برسه شاید 2 سال 3 سال برسه، یا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری هست. قبل از انتخابات ریاست جمهوری روی 90 میتونیم ببینیم. ما چیزی که تو مسیر داریم ریاست جمهوری خودمون نیست، ریاست جمهوری آمریکاه حسابی هست. اون هیجانی هست که باعث جنگ میشه. اگر توی اسلاید ها بهتون در مورد جنگ گفتم، ترامپ که میدونید آدم جنگجویه، سریع جنگ رو آمده، اون باعث اون بشه که دلار بره سمت بالا و آمنش هست. آمنیت بهره بانکی نخواهد بود که اون رو به سمت بالا بره، ولی کشش بازار وجود نداره بخواد به سمت بالا بره. خب سوال من سوال از مالیات شما اون تطبیقش تو مالیات میاد فعلا نمیتونم کنترلش کنم. دولت‌ها دوست اصلا ارزهای بیشتر برای این اومد که بتونن اشخاص عادی سریع بتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن و تاثیر بذارن روی همین مالیاتایی که دولت‌ها گرفته میشه و نتونن کنترلشون کنن. هدف بر اساس این بوده که چه اتفاقی بیفته. حالا تو جای خیلی زیاد تناسا موفق بشن و این اتفاق حالا نمیتونه بیفته که مالیات بخوام بگیرن. به نظر من آقای مهندس میراتی، پادشاه پولای دنیا
دلاره. برای که یک فرد بتونه به آرامش‌ها و آسایش‌های زندگیش برسه، باید بتونه پادشاه ارزهای جهانی رو به دست بیاره. پس بنابراین باید هر جوری شده اگر توانایی دستیابی به علمی داری که بتونه درآمد دلاری داشته باشه، باید بره تو اون مسیر که استرس های الان بخرم و فردا بخرم و اینا برای آدمای فوق معمولی و سن بالاست که حالا یه پولی دارن، زمینی بوده مال جد پدریشون فروش رفته 700 میلیون، حالا این بکنتش کنن. اینا به نظر من برای آدمایی که توی این محفل هستیم و شما و علم دانش فراوانی در شما هست، به نظر من حضاری همونجور که تک فکر میکنم هستید، باید به فکر درآمد دلاری باشید تا به استرس های خاص خودمون نرسید. حالا ریال هم که داشته باشه، این تبدیل کردنش به دلار هم خوبه. من یکی از دوستانم روی کشتی کار میکنه، دلار خوبی بهشون میده. حالا نمیدونم چقدر 10 شاید 20,000 دلار هم شاید بهشون بدن. و توی این فکر بود که دلار رو بکنه ریال. خب این یعنی اشتباه بسیار فجیعیه که داره انجام میده و این کار داره انجام میده و کسی که پول زیاد داره بعد ما نمیدونه چیکار میکنه و چیکار بهش بکنه. این هست. بعضی ها هستن که ریال دارن قشنگ چنج میکنن با دلار، میتونن درآمدشون رو بهتر کنن و اوکی تر کنن. این هست. باید بلد باشیم کی بخریم کی بفروشیم و چیکار کنیم. اینها خیلی تاثیر داره توی بازارهای مختلف که بتونیم ازش استفاده کنیم. سوال اگر هست بفرمایید. من اسلایدام تموم شده. اسلاید آخر تشکر از شما بوده که آقای رضایی واقعا زحمت کشتیم. اولین نشستی بوده که گذاشتیم. قطعاً حالا شاید مشکلاتی وجود داشته باشه، شاید جا حالا تعدادمون کم باشه، قطعاً روز به روز بیشتر خواهد شد و برنامه‌هایی دارم براتون که این نشسته بیشتر بشه. حتی با پرداخت جوایز نقدی پیش بینی کردیم که آقای شفیعی هم تشکر می‌کنم که داشته باشه، یعنی کسانی که حضور پیدا می‌کنن اسمشون که توی سایت ثبت میشه توی یک کاسه حالا اسماتون نوشته میشه با جوایز نقدی. انشاءالله حالا این شاید 2-3 ماه دیگه پیاده بشه، اما در این چیز هست که همچه اتفاقی بیفته. خوشحال هستیم که آمدیم، در کنارمون هستیم و چیزی که دوست دارم بگیم طریق آشناییتون به اینجا چجوری بوده. خیلی از دوستان بودن و بعضی حالا آشنا نیستیم. اگر دوست دارم بهمون بگم ممنون میشم. بفرمایید شما از این شروع کنید. من با آقای رضایی کلاس بودیم و هستیم. ایشون که دعوت فرستادن و ایشون هم دوست دارنده هستن. آیا آیونا شما از تلگرام شما که از دوستان بودیم که ما در صورت قضیه‌ای شما که آقای شفیعی رو آوردن زمین ما. شما دو نفر. من که از طرف ایشون، من که رفیقم اینجا کار میکنم به پارسایی. های پارسایی. خب خیلی هم خوب. شما دو نفر. منم اکر با آقای خب خیلی هم خوب. آقای خانمان اصلا کارگزاره آقای دارم این بزایی دعوتون کردم. خیلی هم خب این چیز دیگه. دوستان عزیز محبت کنید،